خیلی که او روز در افیر گپ زدیم گپ درباره خدیم توجیکو رفتک و برادرم ما بسیار چیزای اینترستی میکنم درباره دیگه ملت ها مثل رکوردها و دیگر چیزا و در وقت شیما میغلطه سویتیلی همین روز که برات هست همه خیلی талант ها و اگر کی آدم رکوردم بری میتونه که رکوردم بزنه با بعضی کاراش. همه سلام علیکم برادر، خوش اومدین به کانال سیم شریپов. با شما هستم من محمد شریپов. خوش برادر، در این ویدیو تماشا میکنیم یک برادر توجیکی خدمتونکی بسیار هم کارهای غیر عادی را میتونه انجام بده و ما باور دارم که شما را حیران میکنه. پیش از اون سر کردن برادر سلکه در کامنت را بده خبر بگیرین. شما میتونید که برادر میسل که در اومده در برد جنگاور بوزینگرو اگر او گدت کرده بتونین کدام دسته میبره که کدام جنگاور غالب میشه شما میتونید در این کار سوم کار کنین. سلکه برای رجیستراسیون کردن در سایت در کامنت را ذکر پیچیده و پروموکد برای بونوس گرفتن هم همراه هم سلکه هست. شما با پروموکد میتونید که بونوس بیارین در وقتی پول رجیستراسیون کردن. یعنی که برادری که یوز دربارش گپ میزنیم این برادر ما توجیک است و اگر که شما بخواید دیگر کارهای برادر رو تماشا کنین این برادر کانال داره در یوتیوب. سلکه کانالش در اپیسانی ویدیو و در پادکست که بالای ویدیو که جدا میبره. آخوزی گپ میزنیم درباره خودی آدم. این برادر یک چند توانایی‌های غیر عادی داره، مقصد که بعضی کارهای را ترینروفکا یاردم نمیتونه داده. یعنی که به سبب ترینروفکا نمیتونه نمیشه که آدم ایخیل بشه. بله ها تمرین آدم با خود میکنه. کاری که تو میتونی خدا دادگی ایتا تو با واسطه تمرین اون را میتونی که اولوچت کنی با زورتر کنی. نه تو اشتو که با موه تو آدم هوچ کنی این را مو چه تمرین میتی یا اینکه بدندون. من یادم ای کار برش همش های پیش دیدگیم برادر آدم در بند بستگی دندونش قطعی هوج میکنه راست. خب بله در اینجا فیزیکی подготовка در کار میشه که با دندون یک آدم با بند با دست شوش کردن نمیتونه. در اینجا میون کار میکنه که فیزیکی подготовка در کار تنه گردن همه در کار میشه ها. نو این مینتاش تو که دندون قطعی قبیدن با فکرم دندون قطعی خودم با فکرم دندون قطعی اگر خمون برداریم پگه بعد چی میمونیم؟ چی نام داره؟ دندون میمونی کو؟ شاید درست تکان میمونی شام خیلی میشه بعد پرتز. حالت دیگر ما حالات را نقل میکنم برادر که ما خدم ای پیش دیگیم و ویدیوهاش هم هوزی میمونه ویدیوهاش که در کانال حالتی که ما دیگیم ای پیش با چشمای خدم 3-4 تا ماشین کشیدگی با دندونش بند خدی بستگی دندون خدی کشیدگی. حالت دیگرش آدم بستگی با دندون هوچ کردگیشه. آدم در موهش چسبیدگی هم تورنیک زدگی آدم هوچ کردگی با موش و لامپچکا را ایمن لامپچکا خوردن برادرم ما در تلویزیون دیدگی بودم. ای پیش من دیگه نبودم که چه خیلی مثلا ну скорее всего میگفتم دروغ میگن یگان لامپچکا خیلی اسپیціальні میارن فریب میکنن. من لامپچکا را ای پاترون خدم هوی کردم شکست در پیش ما خوردگی لامپچکا را برادر ما این کارا با چشمای خودم دیدگی خیلی قرت کردگی خویدگی لامپچکا دانش میپرته. نه جا برادر مو لامپچکا را گرفتگی میخره همش مو با دقت تماشا کنه. کامش که بخدا شاو خوب کنید او دی شیشه توزه پاترون روی کدگی میشه پاترون کدیم بکنه عروسی شایده عروسیش Muszę brać. Dobro jest. Byśmy już na tym miejscu lecieli. Ona jak mam się robić? Nie. Malaş kıldı. Sukhari. با فکرم که دندونش پلمبوی خیلی زوازکوی مدارزوی داره که یگانجا شل نیسته. لامپچکا خیلی خیلی که سوخاری را میخوایی نم خیلی کرب کده خوردگی خویدگی قرد کردگی و مرحمت برادر هازی ما یک چند ویدیوش هم میمونم با شما خودتون تماشا کنین. فکر رقت نو در کامنتر را بنویسین بخواین بیشتر ویدیوی هم برادر را دیدن بدورین در کانالش هم با هسته هر روز با ویدیو اینترستی کردن میپرتویا و اگر بخواین شما ما درباره این اینفورماسیون با پراتر بگیرم ای که جای کی ای چخیلای چی کار کرده همین کارا چخیل کدگی که همین کارا میتونه و بله هست بسیار آدمایی که حتی ایرا دجال هم گفتگیان حتی هم دروغگو هم گفتگیان جادوگر هم گفتگیان شه ما میتونیم که قطعی آدم اینترویو بگیریم ای آدم و معلوماتی پرشه با سوالش تیم جواب تیم. اگر که شما در کار باشه همه چیز کامنتر ادا بنویسین که چی میخواستین ای آدم پرسیدن سوالاتونه ما ایمینا ای روی خطی سوالای شما ای آدم
савол шапак мекунем. Эм хеле видео бардоро ҳамада хайр то видеоҳои оянда. салому алейкум тамошобинон ва мухлисони азиз, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ман Иззатулло Мирзоев, ноҳияи Восеъ. Рости ман истеъдод бисёр дорам. Як мошин то 14 мошина ба дандонам мекашам ва ба мӯи сарам با هم میکشم، لمشکم میخورم و این لگنایی هست که من داتوری سرم میشکنم و با اولیش دستم تا یک گوشت تا 40-50 گوشت رو میشکنم. بسیار حیرت‌آور. در حقیقت حیرت‌آور با گوش میرسد اما دیدن در کار. بله. شنیدن کی بود مانند دیدن. عزت‌الله از چی آغاز میکنیم؟ لامپشکر خوردی چی نگفتیم؟ لگنه با میشکنم. این لگن آشکاشی شما میدونید؟ حقیقی است، حقیقی است. نام شما چی است؟ نه خود شما قدر بیرحم باشید، همین زده میشکنه در سری همین. دیلش با لگن میسد به سر عزت‌الله نه. فکر میکنم دوستان عزیز از دیدن این هنر همه شما در تعجب هستید. دیدن ممکن؟ بله البته. با فکرم این پاریک است در تای سرش اگم چی دورم زنده؟ نه هیچ چیز نیست. انا برای چی لامچکه بازی وقت نمیرسد. مزهش چگونه باشد؟ خوب مرحمت عزت‌الله. دوستان عزیز بیام نکنیم میکره. باوری حاصل کردیم ما. خاطر سخن شما یک ناله میخرم برای مخلص. یک ناله؟ دیدیم. عزت‌الله خیر از لامچه خوری باز شما چی هنر داری؟ من رشته بسیار دارم. بازی چی با نشان دادن میتونی؟ با بدندونم مدام وجود میکنم، با موی سرم مدام وجود میکنم. بازی از یک فیلمایی که هست که برای تماشاگران نشان میدن که یعنی هنری اکتوری خود رو مرحمت یک اکتوریشون نشون. بله. نه. چرا شما نخواستید که این رو؟ التماس. میده اون که سلامتی که برای ما ضرورتر است. شاید آینده که از استعدادهای شناخته میشن. الو. لبای برادرم. چی؟ مادرم مرد. سلام باشید برادر. عزت‌الله شما با فکرم همه رو گریان کردنی هستید. مادران هیچ وقت نمیرن. عمر مادران پاینده باشد. یک قرصک برای مادران. و من فکر میکنم بیشتر یک صحنه‌های گفتن در کل که دلخوش کننده باشد، خوبتر باشد، نیک باشد، نیک بینانه باشد، خنده باشد. به فکر من بله. یک خطاگی شما در آن است که وقتی که اصلا صحنه میبروید عزیزانم در آینده یک طرح لباس، یک موی سر و ریشک‌های خوشرو گرفته برای که صحنه اتیکای خود رو دارد. بخشش من با موی سرم آدم وجود میکنم و با موی سرم هم فهمیدم. یک بار نشان دید ما با موی سرم وجود میکنم با بدندانم. مرحمت. این کس موی سرشون استفاده میبرند در چیزشون کارشون ده برای همچون شما خودتون رو با فکرم تماما دوست نمیدارید. فکر من اون است که من با عزت‌الله میخوام شانس بدیم در آزمون دوم. در دور دوم. بله. بعد چنین کوشش ها من هم یک شانس دیگر میدم. سلامت باشید. عزت‌الله یک دقیقه. شما اولیدار هستید؟ بله من 8 ماه شده اولیدار دارم. اولیدار هستید؟ بله. همین خیلالیچه از جانب اولیدتان هم آمادگی است؟ طول نه
خدا نبیاید. ما زندگی ما خوبتر از شکر پروردگار. بله بله. تشکر زیاد. مبارک باشد.